علیک السلام. عرض کنم به حضور انورتون که ما هرچی گشتیم مجری درست حسابی که از نظر استراتژیکی تو کلاس وزنی ما باشه پیدا نشد که با یه سوال جواب دبش بگیم که شیخ فری تو این یه سالی که سر کاره چه کار کرده. ناچار شدیم به همین لنگ کفش کهنه‌ای که ملاحظه میکنین بسازیم. اجازه بفرمایید حالا یه چند دقیقه در واقع تحمل بفرمایید، ما ان شاءالله جمع‌بندی رو داشته باشیم. ما تحمل میکنیم، بینندگان گرام هم تحمل میکنن، ولی زود تون سری سوالاتو بپرس که تحمل ما کش نیست که همینطوری بکشیش و کش بیاد. آقای دکتر حسن روحانی به عنوان 11مین رئیس جمهور کشور انتخاب شدند. در سالگرد این اتفاق دعوت کردیم از جناب آقای دکتر تا مروری داشته باشیم بر عملکرد یک سالی که گذشت و 10 ماهی که از فعالیت رسمی دولت 11 سپری میشه. اونجایی که تو پرچم تو هوا کردی ما رختامون آویزون میکنی، فهمیدی یا نه؟ همه این مقدمه چینی ها رو من کردم. خیلی سپاسگزار هستم و متشکرم. تو اون سوالایی که برات نوشتم بخون. در این 10 ماهی که گذشت نقاط قوت و ضعف دولت را، فراز و فرودها را برای ما و بینندگان عزیزمون تشریح بفرمایید. دولت یه کار داشته از اولش تا همین الان، باقیش همه افهای کشکی و اضافه بوده. کارش هم این بوده که این جام زهر رو از دست حاجی رفسنجانی بگیره، پر کنه، بریزه تو حلق عظما. همین کاری که الان داره میشه. همون روز هم من به مقام عظما گفتم که از این به بعد اگه یه موقعی احساس کردی که آب خوش از گلود میره پایین، مطمئن باش که جلو دوربین مخفی هستی، گذاشتن سر کار، یه لبخند بزن، برو دنبال بدبختیات. همینی که الان تو نظام اتفاق افتاده. یه سری دلواپس شدن برای خودشون، یه سری مگسی شدن، یه سری هم ریختن. مصادیق از این موردی که میفرمایید در ذهنتون هست؟ اکه تو دیگه مشنگ کجایی؟ نمیشه که من همه اینا رو لو بدم. هموناش که خیلی تو بوخ شده رو میگم. یه قلم شربت مداری هم که دیگه تو رو عضو وایساده و میزنه تو پوزش. از همینجا معلوم میشه که چماق دیگه جواب نمیده که هیچ، سوالم میپرسه. بدبختی عضو از یه جا و یه جناح نیستش که. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که یکی گفتش که پیاز تنها خوردنیه که میتونه اشک آدم رو در بیاره. مشنگه برای اینکه ثابت بکنه که این حرف اشتباهه، یک نارگیل گنده برداشت کوبید تو کله طرف. اونم خیلی قشنگ و شیک و مجلسی به اشتباهش پی برد. یعنی همین دلواپسا و مشنگایی مثل شربت مداری هم اشک عظما رو در آوردن تو همین مسیر زرقرون. یه مقداری حداقل ترمز شده در سر راه این سرعتی که افسار گسیختن بود. تو هم که همه چیزو با زبون افسار و این چیزا میفهمی. آره همینی که میگی. البته عضوام حال اونا رو تو جای دیگه گرفت. حکایت چوپونه است که با گوسفنداش لج کرد بردشون چمن مصنوعی. به هر حال دستاورد شیخ فری بعد یه سال این بوده که تو نظام سگ برای نسبت صاحبشو نمیشناسه. الان همه معتقدن که قضیه‌ای که با دعوا و کتککاری حل میشه رو نباید زیاد در موردش بحث بیخودی کرد. من اجازه دارم همینجا یه پرانتز باز کنم. تو میدونی چی؟ از 100 تا فحش بدتره که با آدم بدن 200 تا فحش که با آدم بدن. فهمیدی یا نه؟ ولی از 200 تا فحش هم بدتر مجری مشنگه. فهمیدی؟ نمیشه دندون و جیگر بذاری حرف نزنی. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که سکه همیشه تو جیب سر و صدا میکنه، اما پول کاغذی همیشه ساکته. اونی که ارزشش زیاده اینجوری میشه. این همون فرق من و توه. آقای دکتر اجازه میفرمایید یه نقطه بذاریم اینجا پایان کلامتون؟ نه خیر، نقطه عرب خودم باید بذارم. لازم نکرده تو وارد بشی. میدونی شباهت تو با این سوسای خرسی چیه؟ هر دو تو خرخر و ترتر و اینا زیاد میکنی ولی بازدهی نداری. آقای دکتر آشنا، صحبت‌های ما به یه جمع‌بندی نیاز داره. شما به موارد بسیار خوب و درستی اشاره فرمودید. حالا برای تحقق اون شرایط حماسه اقتصادی که سال گذشته
رهبر انقلاب تاکید کردند و چند سالی است که محور و نخ تسبیح همه نامگذاری‌های سال هستش. نظر جناب عالی در این خصوص چیه؟ نخ تسبیح این داستان که گفتی یک کمی شل بود، باز شد همینجوری ریخت و جور زایه شد. اول در باغ سبز بود که آی تورم مهار میکنیم و از این حرفا. بعدش گفتن تورم که خب کاریش نمیشه کرد، رشد تورم مهار میکنیم. الان هم که میگن رشد تورم هم که نمیشه جلوشو گرفت، ولی خبر میدیم که رشد تورم چقدره که کسی بیخبر نباشه. داستان یارانه و ثبات کالا و اینام که یادت نره. این وسط حالا من چی میگم تو چی میگی، من از چی قصه میخورم تو چقدرشو میفهمی، بحثش جداست. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمونن که یکی داشت موقع دعا گریه میکرد، مشنگه را بغلش کرد گفت راستشو بگو برای خدا اتفاق بدی افتاده. انشالله در یک فرصت دیگری صحبت خواهیم کرد، اما آنچه که مهم هست فرهنگ هست. نه خیر، مهم همون جام زهره که گفتم، فرهنگ و مرهنگ و همه اینا بعدش هست. بی خودی واسه ما اینجا بحث مهم نتراش. مقام عظما بیشتر از همه میخواست بیکله بزنه و بره جلو. اگه محتاج نبود که به این فلاکت نمیافتاد. نفراتش هم همینطوری تربیت کرده بود. یه بار میخواستن بسیجیای ولایت مدار رو امتحان بکنن، یه قاتل زنجیره‌ای آوردن با یه آدمکش حرفه‌ای با یه بسیجی ولایت مدار. گفتن نفر یه هفتیر بهتون میدیم، میرین توی اتاق بغلی، پدر و مادرتون اونجا بستین به صندلی، میزنین میکشینشون تا بفهمین مطیع اوامر ولایت هستیم. قاتل زنجیره‌ای زد زیر گریه گفت من این کاره نیستم. آدمکش حرفه‌ای رفت تو اتاق ولی با گریه برگشت گفت نمیتونم. بسیجی ولایت مدار رفت، چند دقیقه صدای جیغ و داد و از این حرفا اومد. بعد بسیجی از اتاق اومد بیرون گفت ناکسا تو اسلحه فشنگ قلابی گذاشته بودین، با صندلی کشتمشون. یه همچین نیروهایی داشتیم تو نظام، ولی الان با خاک اندازم نمیشه ریخته های اینا رو جمع کرد. اینو بهش میگن وضعیت بعد از ظهر، مثل وضعیت بعد از ظهره، یعنی وارفته و دمدمای آخرای کار. جمع کن برنامه‌تو که دیگه جای بحث بیشترش نیست. خیلی سپاسگزار هستم از جناب آقای دکتر. بازم ان شاءالله در برنامه آتی بتونیم در خدمت شما باشیم.